در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 24 ساله ساکن نویای رودکی با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. نام برده 29 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه در حدود دهه استقلال نویای مذکور اساسیات اوبوشی با کارد در دستش بوده 3 مرتبه به عضوای بدن جوان 17 ساله ساکن همین نویه زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خاروق با عریضه مرد 52 ساله ساکن نویه شغنان مراجعت نموده است که شب 29 و 30 نوامبر سال 2022 تخمینا ساعت 02:30 دقیقه شخصان نامعلوم با طریق پنهانی автомاشین شخصیش تمغه چندخو را غیر قانونی کرده به سمت نامعلوم بردند. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، 2 نابالغ 13 و 16 ساله ساکن شهر خاروق با گمان غیر قانونی کرده بردن واسطه نقلیات دستگیر کردند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.